تندرستی تاجیکستان شام 5 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 26 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس و متاسفانه باز 2 حالت مرگ از این بیماری ثبت شده است. از اول ماه ایول این وزارت الکی مرگ 5 نفر از کرونا ویروس را تصدیق کرده است. در مطبوعات تا امروز رویخط حدود 19 نفر نشر شده است که با علامت های کرونا ویروس یا التهاب شش وفات کردند. التهاب شش دیاگنوزی بود که مقامات تاجیکستان تا تصدیق رسمی موج نو کرونا ویروس معمولا از آن استفاده می بردند. قربان علی عبدالرحیم زاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان 57 ساله، دوملو عبدالرحمان باقی زاده از دهه گلپرور نویه رودکی 62 ساله، پروفسور نگینا شاروپова سابق معاون سروزیر تاجیکستان 62 ساله، نرگس حکیمova طبیب، راحت امسری شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مامور 72 ساله، لیلی مقصودova سردار شعبه روابط بین المللی تاجیکستان 35 ساله، قابل خواجه قابلوف رئیس سابق دستگاه حکومت نویه مشچا 64 ساله، مایور حامیجان استویف کارمند سابق میلیسیای شهر و ولایت قرغان تپه، رجب علی سید ولی زاده مدیر دیرکت ساختمان انشاءات دولتی در دستگاه اجرایی پرزیدنت 63 ساله، جمشید جهانگیر زاده کارمند بخش مسافرکشانی فرودگاه دوشنبه 39 ساله، عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در سن 80، فریده منصورova پروفسور دکتر علم‌های طب در سن 69، اختیار خولماتوف ختم کرده فیلیال دانشگاه تکنولوژی در اسفره در قسم نظامی، حکیم شریفوف طبیب دندان در بیمارخانه یکم سویتسک از کرونا ویروس درگذشت، سبزبهار عبیدova 56 ساله طبیب بیمارستان قره‌بالا، خورشید شریفوف 55 ساله صاحبکار از کوچه شمسی قصبه 82، همسر وزیر سابق وزیر مالیه تاجیکستان انورشاه مظفروف، گنرال سعید امیر رازق زاده سابق معاون وزیر مدافعه تاجیکستان در سن 64، ازبکبی اسداللهova خوشدامن پرزیدنت تاجیکستان در سن 88،